از کتاب تاجیکان آهنگ بیداری رسد، جشن ماتمدار دوران گرانباری رسد. حرفها تیرند و خطها نیزه ها، هر صفحه دشت، از همین سرا فقط بانگی وطنداری رسد. میرسد از دور آوازی لیواداران به گوش، پر شود از حرف خشم‌آلود صحرای خموش. روی آسایش کجا بیند وطنداری اصیل، پیش رو آید نبردی زندگی بخش کروش. شیهه اسبان و فریاد سواران میرسد، از ره تاریخ بانگ سربداران میرسد. خاک مثل دود خیزد از پی هر شعر مرد، مثل آنکه بعد باد و برق باران میرسد. گویا آید ز قعر چاه‌ها و غارها، شد هزاران تن غذای مورها و مارها. قدرتش را مرد تنها مانده هم گم میکند، مثل شعری مانده بین گله کفتارها. صلح کشوردار عاری نیست از آثار جنگ، گه با پیوند خودش بر شیشه ناساز است سنگ. دور قدرت بگذرد ماند به لوح یادها، نامهای حاکمان در جسارت رنگ رنگ. ملکداری چیست؟ فکر دوری مردم کردن است، خویش را در جاده دریافتن گم کردن است. سجده بر خاک مقدس همچو گندم کردن است، پرچم ناموس بالاتر ز انجم کردن است. ملکداری بازی جان در سر ما بودن است، در تلاش راستی مثل ترازو بودن است. داربازی است راه مرگ را پیمودن است، بر همه دردی که در دنیاست دارو بودن است. راز دل صاحب وطن بیرون نسازد از لبش، در حضور غیر باید اون نگوید مطلبش. باید از گرمی مقصودش نداند کم تبش، جان فدا دارد نشان روز روشن در شبش. سروری مشکل که ها باید سری منبر شوند، جان فدایانی که اول عبرت لشکر شوند. زور عقل از زور بازو برتری دارد مدام، ننگه ها باید که جوشن عقل ها خنجر شوند. داشت این ملت زمان از همه پادار تخت، بر سرش بود از همه رخشنده‌تر خورشید بخت. وقتی سرما و دم گرما دیگر میکرد جای، داشت از حرمت و ملک غیر هم او پایتخت. خصلت تاجیک از روز ازل مردانه بود، غصب ملک و مال غیر از بهر او بیگانه بود. غیر دور غوریان کی یاد دارد حمله‌اش، این حقیقت بهر دیگر خلق و افسانه بود. کرده است این خلق تنها بهر حفظ ملک جنگ. رغم دلسنگی زمان بوده است مثل کوه ننگ. بعد صدها حمله بر جانسخته ها تن دادند، هم سکندر هم عرب چنگیز هم تیمور لنگ. جان هر ضحاک را ذات فریدون میگرفت، پیز سیحون کنده دشمن راه جیحون میگرفت. پای در زولانه بودم لیک با تدبیر خلق، هند و چین را شهرتم به جنگ و بخون میگرفت. سرنوشت تاجیکان دارد هزاران باب تلخ، تلخی بیداری و همدید است و خواب تلخ. میوه شیرین نصیبش گشته باز از نیتش، گرچه باغش را تمام عمر دادن آب تلخ. تا هنوز از آتش دنیا به او دودش رسد، اشک فرزند خراسان از فرارودش رسد. از مقنع از ابو مسلم هم از تیمور ملک، عبرت سرهنگ اگر گیرد و مقصودش رسد. تا نگه دارد به کف تاجیک مهری برد را،
بر بزرگانش نمیبخشید کاری خورد را. تا دم حامیزی بومی داشت او آسوده بود. جانستان میخوان کوچی سایه این گرد را. بار اول نیز این مردم لوا برداشته است. باز بر رویش به صد ملک جهان در داشته است. وقتی نامشقی دیگر قومها این خدشناس تخم دانش را به مرز عقلها میکاشته است. بر سوریا تاجیک از دانش سرش افراخته است. در همین آینه تاریخش را بشناخته است. نیست دولتداری آسان در جهان باری نخست. شاه اسماعیل دیوان وزیران ساخته است. آورد یاد این اثر صد لشکری نوترس را. قدرت لازم که بگشاید در نوترس را. سامی غوری دادی ننگ و قهرمانی داده است. باید آموزیم از یعقوب لیث این درس را. در راه حفظ وطن سرها جدا از تن شوند. موموها هم سنگها و آبها آهن شوند. گاه از بیگانگان بدخواهتر نیز آشناست. بهر صاحب تخت گشتن دوستان دشمن شوند. کژنهادان از ازل ریزند خون راستان. داستان است این کتاب از قصه های باستان. تاجیکان برد آبروی تاجیکان خاکسار تا به بام آسمان اعتراف از آستان. این کتاب از سربلندی ها حکایت میکند. بهر علم قهرمان گشتن کفایت میکند. مرد را بر جاده فتح و ظفر سازد روان. بر ره مردانگی زن را هدایت میکند. این کتاب آثار ننگ و جرأت علامه است. گشت اثبات از همه خنجر رساتر خامه است. خودشناسی های ما از این اثر پیدا شود. بهر ملت این اثر بیشک شهادت نامه است. طرح اصلی وطن پیدا شود از این کتاب. سرحد ملکی کهن پیدا شود از این کتاب. شهر بلخ و هم سمرقند و بخارا و هرات چشم سرخ انجمن پیدا شود از این کتاب. از کتاب تاجیکان آهنگ بیداری رسد. جشن ماتمدار دوران گرانباری رسد. حرفها تیرند و خطها نیزه ها. هر صفحه دشت. از همین صحرا فقط بانگ وطنداری رسد.